معرفی بخش 4 اپلیکیشن بابازی بخوان و بنویس. اهداف این بخش بلندخوانی کلمات و به خاطر سپاری فرم نوشتاری آنها جهت رونویسی واژگان از طریق انتخاب نشانه هاست. این کار به سوادآموز کمک می‌کند تا شکل همه نشانه ها را در ابتدا، وسط و پایان واژگان بسیاری ببیند و تصویرخوانی کلمات را تمرین کند. بخوان و بنویس. روان‌نویسی واژگان او را آماده املانویسی فعال در بخش 5 می‌کند.